ولی SSR بسیار گام میزنه. SSR گنده بود، ظالم بود. من خودم در SSR تولد یافتم، در SSR کلان شدم، در SSR معلومات گرفتم و در 73 سال دارم، نبروی اویره دارم. SSR گنده نبود. SSR در دور SSR یکون کسی اونجا مهاجرت نمیرفت، نقص تعلیم میداد، نقص علم میآموزم. شخصی که مکتب عالی تمام میکنه اگر خط ندادم که من این 2 سال که فلان جا برافته کار میکنی باید دیپلومت نگیری، کار تیار بکرد. خب اکا من شما را پیربیوت برای میکنیم که گذشته رفته که آینده شو چیکار کنیم. خب شوروی خوب بود، تحصیل بود، اما تنج بود، حاضرش چیکار کنیم؟ این مردم نمیشه با گذشته پر افتخار صحبت کنیم با حاضره پوچ. حاضرش چیکار کنیم؟ این سخنان شما как вам сказать, информация для размышления. درسته. ما اینا تماشا میکنیم فقط در یوتیوب، در یعنی که ما خودمون زاده اتحاد شوروی هستیم، ما هم دیدیم، ما مکتب خوندیم. بله. بعد از همین سخنان من خلق توجیک خودش من انالیز کند، خودش من خلاصه برارتی چی باید کرد. به نزدیکی یک شخص برآمد کردن نمیدونم برنامه وای منبر چی بود، صدای مردم بود یا هوا باطل بود، کلمه دموکراسی در تاجیکستان عموما دموکراسی نیست کردن. این چه خیلی سواد، این چه خیلی فکری اندیشی. خودی دموکراسی اگر زبان روسیه بگویم народовластие. خودش دموکراتی نیست در تاجیکستان، چیه نیست میکنه. من کنم درباره نرخ و نوا گفتم. نرخ و نوا در تاجیکستان اصلا 80% بیزنس در دست همین اویلی حکمران اویلی پریزیدنت. بسیار فیرما هایی که همون خشش تواری وای دارد از انداز آزاد کرده شدگی از 6 تا 12 ساله و یا کدوم نرخی خواهد همون نرخی فروخته میگیره. بعد از این با یک کلمه، همین کلمه سخن دوست داشته پرزیدنت 2 ساله ذخیره کنید، دکترتان ذخیره کنید. با 2 ساله دکترتان ذخیره کنید. این خیلی کله داری که تو معاش میدادگی کتیت وای فردا با پرودکت ذخیره کردن. انا مینست. همین شما هازی چند ساله ذخیره دارید؟ میخوای شما در تاجیکستان نیستید بفیرم. شما چند وقته ذخیره دارید؟ من در روسیه هم به ذخیره در کار نه. من هر روز سویجی از مغازه میرم میبیارم. من از اون نمیترسم که پگه این قیمت میشد، پگه این چیز نیست میشد. مثلا روسیه با اون چیز قیمت شود، به پنسیونی رو یا پنسیش همش کمپنسی رو میشه. خوب اکی رحمانوف دموکراتی را ایبین بور، دموکراتی را سگوش میگه هیچ آزادی یگان گپ نیست. یک تاجیکستان دولت دموکراتی دنیوی حقوق بنیاد و یگانه رنگ تاجیکستان در یگان دولت دنیا نیست. یعنی همه را ویران کرد، زواد و فابریکه را کند، فروخت، زمین ها را فروخت، کلخوزا را پیت کرد، سوخوزا را برهم داد. پیم که و چی قدر کارخانه دولتی هم را از بین برد. حاضی با شرم نکرده سال 93 یا 92 مخالفا را از کشور راند و تا سال 97 خودشون در وطن بودن، دزدیدن خوردن. با میگه گروه های مخالفین همه زواد و فابریکا را ویران کردن. نظر شما در این مورد چیه؟ سوال به شما. نظر من در این مورد همین که وقتی که من در دوشنبه میخوندم، همون درون شهر دوشنبه به تکستیل کامبینات گفتگی کامبینات بود. بله. یک چند فابریکه های دربار میگیرید. بله. همونجا از 12 تا 13 هزار نفر کار میکردن. 3 سمینه تکستیل کامبینات کار میکرد. 3 سمینه شبانه روزی. من همین 4-5 سال شد دوشنبه رفتم، همون نازی تکستیل کامبینات رو گذاشتم، همونجا ایستادم.
همون دروازش کشودگی بود، همون دروازش رفتم، همون اون چیزی که همون تکستیل کامبینات اوزیل میبر آورد، همون وقتی من بوده که اینجا میبر آورد، همون یک چند نامگوی، همون وای خلط پلت همون وای من پول شدم اون وقتی صحبت کردم وای گفتن همین ریادیلنی و یک تا چیخ کار میکند کچی و یک تا چیخ کار میکند انا همین. خوب دیگه رحمان و فضل هر کجا که پا گذارد قطعا نه زنده وطن یاده نه مرده کفن. رحمان و فضل قطعا نه انا او جوابش انا همین. وای مسئله صنعات دیگه وقتی ثبتی به صنعات نرمالی صنعات بود. آخه زوادا بودن، زوادی کنسرنی بود، زوادی یعنی که ملاچنی کمبینات بود، زوادی نون بود، زوادا تمام ما دیار داریم همینا را همشه. همه را میفهمیم که چی بود چی نبود. مساجیر کمبینات بود بله. هر یک رایون پشتی کنسرنی زواد بود. بله. یعنی خوجان بود شولکوی کمبینات بود. استکلاترنی زواد بود و استکلوش به بانک هوش به شیشه هوش به دیگر زوادو هستن اوچرات به میستودن بود. همه کار به تامین بود. 100%. همه مواشد زندگیش میگذارد. هیچ خارجی به مهاجرت به رفتن شرط نبود. اما کن بعضی هم میبرن که کدوم دولت هست که مهاجرت ندارد. درست. همه دولت هم مهاجرت دارد. یکی از همونو خیتای. همین خیتای های مهاجراشون تاجیکستان آمده کار میکنن. اما کن تاجیکو در دستی مهاجری که از خیتای آمده است رفته کار میکنن. انا میای بعد مهاجری از خیتای آمدگی 20,000 25,000 سوم میگیرد، تاجیک 2,000 سوم میگیرد. 100%. در عینی در پنجکند همین چیزا رو ما 100% دیده استیم. در کانها و در همه چیزایی که کار میکنن. انا میگم به شما 100% آزی یعنی که تحقق پیدا کرده است. درست است. 100%. انا کن سیاست خردمندانه پیشوای اولی این خرد این سیاست در کجا باشد؟ خرد ازلی گوید. خرد ازلی پیشوای ملت، اساس گذار صلح و وحدت، پیشوای ملت. بله. یک فکر کنید اگر همه سیاست به ضد سیاست نه عموما فکر خودتون آزادانه در تاجیکستان بیان کنید شما ابیزت این پرستو کنید. تروریست، اکستریمیست سطح میچ میبرن. انا کن در یک صحبتش یک کسی گفتی رو نماز تخون این تکن روزت دور بود. لیکن با سیاست کردور نشد. اگر با سیاست کردور شدید در نزد قانون جواب قانونی که گوش کنید سوا قانونی که تو سیاست و دهان زدی، تو سیاست به دست زدی برای همین فلان ستیه فلان قسم فلان همون قانون کنی. قانون رحمان و فضل او قانون نونوشته اوست نیای در دست سودیه ها. وقتی که اکا اینا من معلومات برای من میرسه نوشتگی در بالای پاپکا KJO کنترل جناب اولی تو بگناه باشی باید 18 سال برای چیکار فهمیدی؟ وقتی سود گناه آدم هم میارن میدرارن میگه سودی هم میدانم بگناه های در بالای پاپکا می نویسن KJO کنترل جنوبی اولی. تمام دیگه تو باید 18 سال برای اینه باید قانونی نو هر کسی که اگر ابلا و رسینیمت میکنه با جوابگاری کشیده میشه. تمام یعنی که دیگه باید که رنگ سیورنی کره شود. تمام در مورد ابلا باید یگان کس یگان سخن نکنه. بله. انا کن اینجا من شخصا خدا نشونیدم آدم بسیار اکثریت میگویند که یه عملی گفته بود که من باخون گرفتم باخون اسپورم. اتفاقی چطور اگر تو باخون گرفته باشی значит تو uzurpировать کردی. 100%.
اینا این کار نمیکنه رحمانوف. من در بالای تانکو در پیش لوکاشنکو نقل کردگی کوخی موی دروگ رحمانوف زشاف دوشنبه سفتماتم همین گپا رو در پیش باتیای بلاروسیا نقل کرده است کوخی که همون مبرویا در پیش مقاماتش نقل میکنه. همین گپا رو لوکاشنکو گپ زد. یعنی رحمانوف گپ زدگیه که من در دوشنبه با автомат در اومدن زخمت کردگیم. گپ رحمانوف خودش در نزد لوکاشنکو در نزد مقاماتش میگه مای دروگ رحمانوف زشال و دوشنبه автомат هم در روکه و در اومد. این معلومه که خودش یعنی که رحمانوف خودش یعنی اوزورپاتور با قوای یعنی که کمک دولت‌های خارجی وارد دوشنبه شدگیه. ایره اگر ایره ما میدونیم، ما تاریخ گواه هست. شما آدمای کهنه، آدمایی که عمرتون به جای رسیدگی دو عمری ما را دارید شما، یعنی برادرها و افرادی که در دوشنبه بودن که ما در دوشنبه برآمدیم در یاد داریم که چگونه رحمانوف دوشنبه را گرفت. ولی جوانان نمیدونن. از گپ لوکاشنکو گوش کنه بفهمه که شرح میکنه که مای دروگ رحمان در دوشنبه کراچی به автомат رفت در اومد با کمک در بالای تانکای روسی و کلاشنیکوف روسی و تانکای ازبکی و روسی خطی وارد دوشنبه شد. یعنی با جنگ گرفته یه دولت همه اون آبادی که بنیادکاری آبادکاری همه اون چیزی که تاجیکستان بشود با گفتی خودی همون پرزیدنت خودش تاجران باننگ ناموسی تاجیکستان میکنن 100%. این حالت به تاجران همه کار کردن گرن دولت چیکار میکنه؟ نه اوجا فراموش نکن. اوجا یک کلمه با هدایت و دستور و راهنمودات پیشوای ملت تاجرای کار کردن. فهمیدید؟ اگر پیشوای ملت نمی بود نمیکردن. تاجر نمیسا. این هدایت راهنمودات. من حالی یک چیز از همه قافلانبوی هم میدونید کی هسته؟ قافلانبوی رجبای احمدزاده وقتی در دنغره رفت من وقتی امورا من گوش کردم یعنی یک کم ترک کار برامد زنگ شده بعضی چیزا که با موندمش یکی با حتما ایسر گوش میکنم سکچش کردگیم همین لوبای گپ چرز گپش یعنی ما در مسجد این کار انجام دادیم با هدایت و دستگیری های شما جنابی عالی. ما در فلان جا فلان بیزنسمن فلان کار کرد با هدایت و دستگیری ها و پیشنهادهای شما جنابی عالی. ما یک گاو رو با یک غناجین یک جایه کردیم و یک گاو غناجین رو یعنی که چیکار کرد با هدایت و دستورهای شما و یک گاو با این مادگاو یک جایه شد و مرغ ها چند هزار تخم کردن با هدایت و دستور شما چند هزار مرغ تخم کرد. من امروز رفتم بازنم یک جا شدم در خوجند و با هدایت و دستورهای شما پیش شد. تا این درجه را آخی دیگه این مردم آوردن به یک حالت حیوانات آوردن رساندن که نخوا گاو دیگه قطعی گوساله با هدایت و دستور پیشوی ملت اجرا شود. این شرم نیست؟ حساب کردم 112 بار گفت یک رئیس ولایت 112 بار میگه با هدایت و راهنمودات و دستگیری های شما. و رحمانوف بقره دستگیری کرد که این مادگاه پریده است. این کجاش دیگه درست میآید؟ خیلی بار فکر که یا رحمانوف گفت که تو قطعی یعنی که غناجین خواهده سگونیک تولد کنه. من نفهمم یا چی میگن؟ تو خودی همین تاجیکا ما خودمون خوشامدگو هستیم. همین خوشامد خودی همون راهبری دولت خوش می آید و همین چیز می خواهد. همین اگر شما اعتبار دادید ندادید همین 8 سالگی همراه شوی کریمه مسکو به پیشواز گرفتند استادیون لوژنیکی پر. بله. تو اون وقتی که پوتین منبر به برآمد همون جنده سیت ترانسپارنت بود. Замир без нацизма бо кинчибало за президента сеюмаш. Хамон вақте ки Путин минбар ба баромад ҳамон сеюм транспарант уже набуд. Ҳамон лозум набуд. За президента шарм мекунанд. Яъне культ личность доранд.
ولی شرم میکنه آدم. یه آدم عبارت تعریف میکنه، حتی ما حدیث داریم که رسول اکرم میگه انسان در روش توصیف کردن یعنی که شخصی که مداحی میکنه در روی اون خاک بشپه. یعنی این یک چیزی خیلی بد است که انسان یه آدم تعریف میکنه، التماس برادر تعریفم نکه خلاص به خاطر الله باشه، اگر احترام داشته باشه در حق من دعا که این دعا هم برای تو فایده داره هم برای من فایده داره. دعای برادر در حق برادر تعریفم نکه، لازم ندارم با تعریف. من به خاطر خدا کردم، به خاطر خدا از الله اجر طلب دارم. لا اريد منکم جزاء ولا شکورا. یعنی انسان تو چی درجه را چوپلوس می شود، تو چی درجه را مداح می شود، تو چی درجه را سگ در پیش یا سگ دیگه سرش خم نمیکنه. یعنی تو این درجه را انسانیت آوردن بردن با بدترین حالت رساندن. 132 بار رئیس یک ولایت بخیزه در پیش رحمانوف گپ زنه بگه همه با دستگیری و هدایت و دستورات و راهنمودات شما پیشوای ملت ما کارتوشکا شنیدیم. کارتوشکا یعنی که چند هزار سنتینر گرفت یا 500 سنتینر 200 سنتینر گرفت و این کارتوشکا را رحمان و هدایت میکنه. خیلی لعنتی. من نمیفهمم یعنی که لوگیکا کی جای، منطق کی جای، عقل کی جای. آخه تو این درجه را شما چاپلوس شدن، زنت قطعی رفتن یک جای، شب خواب رفتن دستور هدایت پیشوی ملت میگیری، بعد قطعی زنت یک جای میشه. نمیدونم دیگه کشمر پروستا یا نمیفهمن همی رحمان فهمیگه پورا یا نخوا که چرز گپ همی را بگوی که با هدایت و تلویزیون میمونی تماشا میکنی با هدایت و دستور پیشوی ملت 500 متر راه رو فلان جوان در یعنی که منطقه چنم داره اشت اسوال پوش کرد. بعد که میفهمم که همون زمان چیکار کرد میگم جوان با هدایت و پیشو میگه اگر اکوجون میبخشید من این راه اسفالت نمیکردم زنما تجاوز میکردن. هدایت و راهنمودات پیشوی ملت تجاوز کردن.